سلام دوستان، به جلسه 14 خوش اومدید. توی این جلسه میخوایم یه مبحث خیلی مهم رو یاد بگیریم که مضاف و مضاف الیه هستش. خیلیاتون میگید مضاف و مضاف الیه واقعا سخته و اصلا متوجه نمیشید، ولی میخوایم اینجا با هم دیگه با مثال به صورت خیلی راحت و حرفه‌ای یاد بگیریمش. اول اینو بدونید که مضاف و مضاف الیهی که ما توی فارسی میگیم، توی ترکی میگن مضاف الیه و مضاف، یعنی جا به جا میگن. اسم اولمون میشه مضاف الیه، اسم دوممون میشه مضاف. مضاف و مضاف الیه چندین نوع داره که ما اینجا میخوایم با هم دیگه به عنوان اولیش مشخصش رو یاد بگیریم یا بهش میگیم بلیرتیلی. خب توی نوع مشخص طبق تخته‌ای که میبینید ما اسم اولمون پسوند میگیره، اسم دوممون هم پسوند میگیره. اول اینو بهتون بگم، دیدید میگیم دفتر علی، خونه عایشه. ما توی فارسی با یه ا یا یه کسره بریم اینا رو به هم وصل میکنیم یا حتی یه، ولی توی ترکی نیاز داریم پسوند بذاریم به جاش. پس ما میایم اسم اولمون رو پسوند میدیم، اسم دوممون رو هم پسوند میدیم. اسم اولمون اینجا هر چیزی که میخواد باشه باید بیایم به چیش نگاه کنیم. مثلا اینجا نگاه کنی اودا، آخرین حرفش صدادار هست یا نیست؟ اگه صدادار بود این نهایی که داخل پرانتزه رو میذاریم، بعدش به این آه نگاه میکنیم، اینجا میشه اودانن. یعنی نمیتونیم بعد اودا مستقیم اون این اون رو بدیم، نیاز نه میانجی بیاد توی اسم هایی که برای مضاف و مضاف الیه، بعدش این بیاد و اسم دوممون رنک بوده. حالا میخوایم به اون رنک هم پسوند بدیم. پسوندهای اسم دوممون هم طبق تخته بعدیه او، ای، او اگه به صدادار ختم شده بود س، سی، سو، سو یا یه اسم میانجی. خب اینجا رنک بوده که باید به گ تبدیل بشه. چرا؟ گفتیم ما چند تا حرف داریم، مثل پ که تبدیل به ب میشد، ت که تبدیل به د میشد، که به گ یا یوموشا گ تبدیل میشد و چه که تبدیل به ج میشد. مثلا میگیم که چجو، چجوک، چون بعدش میخواد یه پسوند بیاد که با صدادار شروع میشه، که تبدیل به یوموشا گ میشه، میشه چجو، بچش. یا مثلا رنگ میشه رنگی. حالا نکته که براتون اینجا سوال میشه اینه که خب ما از کجا بدونیم گ، از کجا بدونیم یوموشا گ؟ اگر به کلماتی ختم شد که دو تا حرف پایانیش نه و که بود، مثل رنگ، دنک، گ میذاریم، ولی اگه به این حالت ختم نشده بود یوموشا گ میذاریم. پس اینجا به خاطر این شده گ رنک بوده، نه و که بوده، چون میخواستم بعدش یه صدادار بیارم به گ تبدیل شده. شده چی؟ اودانن رنگی ماوی، رنگ اتاق آبیه. من دارم همون کسره‌ای که تو فارسی میدم توی ترکی با استفاده از اسم اولم پسوندهای اون، این، اون یا نون، نین، نون و اسم دومم او، ای، او، س، سی، سو، سو و اگرم بعدش حالا پسوندی باشه که تیکه بعدی رو باید اضافه کنم. فعلا با اون کاری نداریم چون مبحثش یه ذره سنگینه، همینو توضیح میدم بعد میرسیم به اونجا. حالا من اگر بخوام مثلا اون کلمه که اون براتون نوشتم، جمله‌ای که این ور هست بگم، میگم تلویزیون، چون به نه ختم شده صدادار نیست، من باید یکی از پسوندهای صدادار رو بیارم. اون، این، اون. خب کدوم میارم؟ تلویزیون اوش گرده اون میگیره. تلویزیونون کومانداسی، کوماندا میشه کنترل، تلویزیون هم که تلویزیونه، کنترل تلویزیون بزرگ خرابه. میخوام بگم کنترل تلویزیون خرابه، ازش استفاده میکنم. حالا کوماندا چرا اونجا سی گرفته؟ چون به صدادار ختم شده، اسم دوم منه، گفتم اگه به صدادار ختم شده و یه اسم میانجی میاری. چرا سیه بدون نقطه گرفته؟ چون کوماندا آخرین حرف صدادارش آه، پس سیه بدون نقطه میگیره. یا سنفın kapısı kapalı، سنف میشه کلاس، کاپو میشه در، کاپالی هم میشه بسته است. حالا سنف اینجا چون که به صدادار ختم نشده باید یه صدادار بیاد، چون آیش بدون نقطه است، آخرین حرف صدادار خود سنف، میایم اینه بدون نقطه بهش اضافه میکنیم. کاپو چون که آخرین حرفش به صدادار ختم شده یه اسم میانجی،
بعد چون آ بوده kapısı kapalı. Sınıfın kapısı kapalı. در کلاس بسته است. پس ما یاد گرفتیم مضاف و مضاف الیه نوع مشخص هم اسم اول پسوند میگیره هم اسم دوم. حالا اگه بخوایم بعد اسم دوم یکی از پسوندهای داده تاته، داندن تانتن، آه، ای او رو بیاریم که اولی میشه در، دومی میشه از، سومی به و چهارمی را، قبلش باید یه نه میانجی بیاریم. اینجا رو ببینید گفتم آلینین آراباسی، آلی چون به صدادار ختم شده من باید یه نه میانجی می آوردم، چون آیش نقطه داشته منم یه اینه نقطه دار آوردم. آلینین. خب حالا آرابا اینجا اول یه سی بهش دادم دیگه، چون به صدادار ختم شده اسم دوممه، یه اسم میدم آ بوده، آیه بدون نقطه میشه آلینین آراباسی. تا اینجا میشه مضاف و مضاف الیه مشخص. میخوایم بهش پسوند بدیم. پسوند چی؟ پسوند به ماشین علی سوار میشوم. خب توی ترکی نمیگی سوار ماشین علی میشم، اینا میگن به ماشین علی سوار میشم. چون میخوام به رو بیارم گفتم نه میانجی قبلش میاد. چرا؟ چون قبلش صدادار بوده، اینم صدادار، نه میانجی رو میارم بعد میگم بینیورم. آلینین آراباسına بینیورم، سوار ماشین علی میشم. ما میگیم سوار ماشین علی میشم، اونا میگن به ماشین علی سوار میشم. این شد مضاف و مضاف الیه نوع اولمون که مشخص.